ممکنه شما هم موقع خرید سرویس از شرکت میزبانی وب با طیف گسترده‌ای از لوکیشن‌های ایران و خارج مواجه بشید که انتخاب رو برای شما سخت خواهد کرد. یکی از محبوب‌ترین سرویس‌ها برای مدیریت برنامه‌های تحت وب سرور مجازی که از لوکیشن‌های مختلف ارائه میشه و تفاوت‌هایی بین اونها وجود داره. اولین تفاوت مهم متفاوت بودن آپتایمه. سرورهای مجازی که از لوکیشن‌های خارج ارائه میشن دارای آپتایم بالایی هستند، ولی این مورد تو سرورهای ایران هم قابل قبوله. اگه قصد راه‌اندازی وبسایت رو دارید، پیشنهاد می‌کنیم که برای تامین آپتایم بالا از سرورهای مجازی با لوکیشن خارج استفاده کنید. دومین تفاوت بین سرورها سرعته. پیشنهادی که از طرف کارشناسان ما به کاربران ارائه میشه، استفاده از سرورهای مجازی ایران برای راه‌اندازی وبسایت‌های ایرانیه. از طرف دیگه سرعت لوکیشن‌های خارج بیشتره و میتونید از اونها برای بهبود فرآیند ایندکس استفاده کنید. سومین تفاوت مهم بین سرورهای ایران و خارج پهنای بانده. سرورهای مجازی با پهنای باند مشخصی به شما ارائه میشن. سرور مجازی ایران دارای پهنای باند مقرون به صرفه‌تری نسبت به سرورهای خارجه. بنابراین اگر مدیریت کسب و کاری رو به عهده دارید که نیازمند پهنای باند زیادیه، سرور ایران رو به شما پیشنهاد میدیم. همینطور مهمترین عامل انتخاب سرور مجازی امنیت و آذرسیز امنیت داده‌های شما رو در لوکیشن‌های مختلف تامین میکنه. شما میتونید با مراجعه به وبسایت آذرسیز سرور مورد نظرتون رو از لوکیشن‌های مختلف خریداری کنید. برای اطلاع از سایر تفاوت‌های سرور مجازی ایران و خارج میتونید به لینکی که توی کپشن قرار دادیم مراجعه کنید. آذرسیز، سرعت بی‌نهایت میزبانی وب.